سلام دوستان عزیز، به صدای سلامتی خوش اومدید. امروز میخوایم یه موضوع خیلی مهم رو با هم مرور کنیم که واقعا میتونه جون آدم‌ها رو نجات بده. مخصوصا اگه بالای 50 سال سن دارید و پوستتون حساس شده یا خارش داره. خب قبل از هر چیزی بگم که خارش پوست همیشه یه چیز ساده نیست، مخصوصا وقتی ادامه دار باشه. خیلی از ماها وقتی یه خارش ساده میبینیم فکر میکنیم خب فقط خشکیه یا شاید حساسیت باشه، اما واقعیت اینه که بعضی وقتها بدن ما با خارش داره یه هشدار جدی میده. حالا من میخوام با شما 7 علامت مهم رو مرور کنم که اگه حداقل 2 تاشو داشتید واقعاً باید سریع برید پیش پزشک متخصص. اینها چیزایی هستن که اغلب نادیده گرفته میشن و خیلی ها متاسفانه دیر متوجه میشن. علامت اول، خارش کف دست و پا مخصوصاً شبها. این یکی از نشونه‌های کلاسیک مشکلات کبد و مجاری صفراویه. چرا کف دست و پا؟ چون اینجا انتهای عصبی خیلی زیادی داریم و وقتی مواد زائد یا سموم داخل بدن زیاد میشن، اینها اولین اعصاب رو تحریک میکنن. شبها که کبد فعالتره، خارش شدت بیشتری پیدا میکنه. علامت دوم، خارش تمام بدن بدون مشکل پوستی مشخص. یعنی پوست شما سالم به نظر میرسه اما خارش غیر قابل تحمل دارید. این اغلب نشون دهنده مشکل سیستمیه، مثل مشکلات کبد، کلیه یا حتی سرطانهای سیستم لنفاوی. علامت سوم، خارش همراه با زردی پوست یا چشم. زردی یعنی وقتی پوست و سفیدی چشم ها کمی زرد شده، حتی یه تغییر کم هم مهمه. ترکیب خارش با زردی به خصوص در افراد بالای 50 سال میتونه علامت سرطان پانکراس یا مشکلات مجاری صفراوی باشه. علامت چهارم، خارش ناحیه مقعد یا اندامهای تناسلی. خیلی ها خجالت میکشن در موردش حرف بزنن، اما این خارش ممکنه نشونه سرطان روده بزرگ یا اندامهای تناسلی باشه. تغییرات مدفوع، خون یا احساس تخلیه ناقص هم میتونه همراهش باشه. علامت پنجم، خارش پوست سر همراه با ریزش موی منطقه‌ای. نه فقط شوره، بلکه ریزش مو و لکه های تاسی. این ممکنه نشان دهنده لنفوم پوستی یا نوعی سرطان پوست باشه. علامت ششم، خارش همراه با کاهش وزن بدون رژیم. اگه بدون اینکه رژیم گرفته باشید یا فعالیتتون بیشتر شده وزن کم کردید، ترکیبش با خارش میتونه نشونه سرطان باشه. سلول‌های سرطانی منابع بدن رو میخورن و این باعث کاهش وزن میشه. علامت هفتم، خارش همراه با بزرگ شدن غدد لنفاوی. غدد لنفاوی در گردن، زیر فک، زیر بغل یا کشاله ران اگه بدون درد و صفر شدن به همراه خارش باشه باید بررسی بشه، چون میتونه نشونه لنفوم یا متاستاز سرطان باشه. حالا دوستان، مهمترین نکته، اگه حتی یکی از این علائم رو دارید وحشت نکنید ولی سریع اقدام کنید. اولین کار مراجعه به متخصص پوست یا آنکولوژیست هست، نه پزشک عمومی که فقط یه پماد میده. دوم، روی آزمایشات و بررسی ها اصرار داشته باشید. آزمایش خون کامل، بیوشیمی، مارکرهای تومور، سونوگرافی شکم و در صورت نیاز CT اسکن یا MRI. دوست دارم یه نکته خیلی مهم رو هم باهاتون در میون بذارم. خیلی وقتها ما علائم رو نادیده میگیریم چون فکر میکنیم شاید سنمه یا فقط خارش ساده است، ولی واقعیت اینه که بدن همیشه سیگنال میده، باید بهش گوش کنیم. مثلا یه آقای 62 ساله یه خارش ساده داشت و فکر میکرد به خاطر پودر لباسشوییه.
اما وقتی بررسی شد، لنفوم هوچکین مرحله 2 تشخیص داده شد و با شیمی درمانی و پرتو درمانی به موقع الان سالم و فعال زندگی میکنه. تفاوت زندگی و مرگ واقعاً چند ماهه. همین چند ماهایی که ما علائم رو نادیده میگیریم. حالا یه بخش خیلی عملی هم داریم. چک لیست خودآزمایی خارش خطرناک. خارش بیشتر از 2 هفته دارید؟ داروهای معمولی تأثیری ندارن؟ خارش شبها مانع خوابتون شده؟ کاهش وزن بدون دلیل دارید؟ زردی پوست یا چشم دارید؟ غدد لنفاوی بزرگ شده؟ ضعف و خستگی مداوم دارید؟ اگه 2 تا یا بیشتر جواب شما بله بود، فردا برید پیش پزشک. اگه 4 تا یا بیشتر، فوراً درخواست بررسی کامل بدید. حالا میرسیم به بخش پیشگیری. معاینات منظم بعد از 50 سالگی شامل آزمایش خون، سونوگرافی شکم، فلوروسکوپی و کولونوسکوپی هر 5 سال یک بار. مراقبت از پوست. خالهای جدید یا زخمهایی که خوب نمیشن حتما بررسی بشن. سبک زندگی سالم یعنی سیگار نکشید، الکل رو محدود کنید و غذای سالم بخورید. به بدنتون گوش بدید. هر علامت غیر عادی که بیشتر از 2 هفته طول کشید دلیلی برای مراجعه به دکتره. خب دوستان، حالا میخوایم یه نگاه از منظر طب سنتی به خارش و علائم بدن داشته باشیم. در طب سنتی خارش پوست همیشه فقط مشکل پوستی نیست. بدن ما 4 خلط اصلی داره: دم، صفرا، سودا و بلغم. وقتی هر کدام از اینها غلبه پیدا کنن یا بدن دچار اختلال در هضم و پاکسازی بشه، پوست اولین جاییه که سیگنال میده. مثلا خارش ناشی از صفرا معمولاً با رنگ زرد پوست، خشکی یا التهاب همراهه و بیشتر شبها شدت پیدا میکنه. این با علائم خستگی کبد و مشکلات گوارشی مرتبطه. خارش ناشی از بلغم معمولاً با پوسته شدن و رطوبت پوست همراهه و در افراد سرد و رطوبتی شایع‌تره. در این حالت بدن نیاز به پاکسازی تدریجی و تنظیم تغذیه داره. خارش ناشی از دم، خون اغلب با قرمزی، خارش شدید و حساسیت پوست همراهه و نشون دهنده غلبه گرمی و التهاب در بدن هست. خارش ناشی از سودا ممکنه با تیرگی پوست، لکه‌های کوچک و گاهی خشکی شدید باشه. حالا اگه ترکیب این خلط‌ها با علائم بالا باشه، یعنی بدن به شما داره هشدار میده که چیزی فراتر از خارش ساده اتفاق افتاده. طب سنتی همیشه تاکید داره که پاکسازی بدن از درون، تغذیه متعادل و سبک زندگی سالم نقش خیلی مهمی در پیشگیری از بیماری‌ها داره. چند توصیه طب سنتی برای پیشگیری و کمک به پوست: نوشیدن آب ولرم صبحها و روزانه چند لیوان برای کمک به دفع سموم. استفاده از روغن‌های طبیعی مثل روغن کنجد یا بادام برای ماساژ پوست و تقویت جریان خون. خوردن غذاهای سبک و گرم و پرهیز از غذای خیلی چرب و فست فود. خواب کافی و منظم، چون شبها بدن فرصت پاکسازی و ترمیم داره. ورزش ملایم و پیاده روی روزانه برای کمک به گردش خون و تعادل خلط‌ها. نکته مهم دیگه اینه که خارش پوست در طب سنتی همیشه یه هشدار سلامتیه. وقتی بدن پیام میده، باید هم به طب مدرن و هم به طب سنتی توجه کنیم تا مشکل از هر دو زاویه بررسی بشه. دوستان عزیز، یادتون باشه ترکیب دیدگاه طب سنتی و طب مدرن میتونه خیلی مفید باشه.
از طب مدرن برای تشخیص و بررسی دقیق استفاده کنید. از طب سنتی برای پیشگیری و تقویت بدن و پوست بهره ببرید. مثل همیشه اگه تجربه ای از خارج، تغییرات پوست یا روش‌های طب سنتی برای مراقبت دارید، حتما تو کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. سوال بپرسید، بحث کنید. تجربیاتتون میتونه کمک کنه دیگران هم زودتر اقدام کنن. یادتون باشه تشخیص زود هنگام و توجه به سیگنال های بدن جون آدم ها رو نجات میده. پس علائم بدن رو نادیده نگیرید. مراقب خودتون و خانوادتون باشید و سالم زندگی کنید. دوستان عزیز، در صدای سلامتی همیشه سعی داریم اطلاعات کاربردی و واقعی بهتون بدیم. شما هم تجربه ها و سوالاتتون درباره خارش، سلامتی پوست یا پیشگیری از سرطان رو تو کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. نظراتتون میتونه کمک کنه دیگران هم هوشیار بشن. تا پادکست بعدی با انرژی، لبخند و انتخاب‌های سالم همراه باشید.